وظیفه در این گردان تخریب چیه؟ جلو چند سالته؟ من 8. کلاس چندم هستی؟ 2. برای چی اومدی جبهه؟ اومدم این سرودا رو برای نظمنده بخونم. این حکایت اون نسل. بیا نوبت به ما رسیده، این قنچه های بربر از کربلا رسیده. چطور شد که اومدی جبهه؟ ما اینطور شد که نمیذاشتن بیاییم، رفتیم از آقای خامنه‌ای نامه گرفتیم اومدیم. از تو جبهه هستی چی کار میکنی؟ خرمشهر آزادمون برزونجان بریم طرف قدس و کربلا و نجف. اینجا خط چندمه؟ خط اول. فاصله ما برادر چند متره؟ 200 متر.